سلام بچه‌ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم روز خوبی داشته باشین. بچه‌ها یادتونه من یه مدت میگفتم که حالم خیلی بده و اینا. بعد خیلی دکتر رفت آمد کردم، دکتر ریه، دکتر قلب، دیگه نمیدونم از قلبم اکو اینا انجام داد دکتر. بعد برام سیتی آنژیو قلب و ریه نوشت که بچه‌ها رفتم انجام دادم. البته یک ماه تو نوبت بودم، نوبت بودم تا نوبتم بشه و اینا. توی این مدتم همش تنگی نفس داشتم و الانم هنوز تنگی نفس دارم بچه‌ها. بعد بچه‌ها امروز بالاخره صبح ساعت 8 من نوبت داشتم، رفتم انجام دادم. این سیتی آنژیو هم توی بیمارستان پارس انجام دادم. خیلی پرسنل خوبی داشتن. بعد اینکه بچه‌ها باورتون نمیشه من همش استرس داشتم، همش احساس می‌کردم قلبم داره از دهنم در میاد. هیچ، بالاخره نوبتم شد. چون من دستگاهی که مثلا توی دندون پزشکی و ام‌آرآی و اینا که میرم جای دربسته اصلا کلا قلبم میگیره. هیچی، بالاخره رفتم انجام دادم و اینا. دراز کشیدم رو تختش و اینا. بعد به خانم گفتم خانم چند دقیقه مثلا تو دستگاه باید بمونیم و اینا. گفت هیچی، با حدود 5-6 دقیقه بیشتر نباید بمونیم. دیگه یه ماده حاجبم به من تزریق کردن. بعد انجام دادن کلا اون زیر من چشام بسته بود. آیت‌ال کرسی میخوندم، به چیزای قشنگ فکر میکردم که زودتر کارم تموم بشه و راحت بتونم بیام بیرون. و دیگه بعد از فکر میکنم یه 10 دقیقه یه روبی طول کشید اومدم بیرون. خدا رو شکر حالم خوب بود، سرگیجه اینا نداشتم. ولی بعد از اینکه اومدم کلا از بیمارستان بیرون شروع کردم به عطسه و آبریزش و اینا. بعد اونجا که سوال کردم ازشون به من گفتن که یا تنت کهیر میزنه یا قرمز میشه یا بالاخره یه حساسیتی نشون میده دیگه. هیچی، الانم که یه چند ساعت میگذره ازش اومدم خونه سیتریزین خوردم که آبریزش اینا بند بیاد. الان بد نیستم بچه‌ها، بهترم. ولی اینکه فکر میکنم 1 هفته 10 روز دیگه جوابش آماده میشه. برام دعا کنین که بچه‌ها قلبم و ریه‌م و اینا مشکلی نداشته باشه، چون با عکس و با یه سری سونو و اینا که انجام داده بودم مشکلی نداشت. کلا برام دعا کنین دیگه بچه‌ها. دوستتون دارم. فعلا